درود شنوندگان گرامی. گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجامخول. گفتار 60. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاویدانه ابرمردان ملی خود را خودنمای روزگار خویش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. دیوشتیچ، رادمرد با روحی شکست ناپذیر. گذشته از این، سغدیان صادر کنندگانی بزرگی سنگ‌های گرانبها بودند و مطابق سالنامه‌های چینی خوتن سرچشمه مهمی یشم به شمار می رفت. علاوه بر این، سغدیان دور و دیگر سنگ‌های قیمت‌بها را نیز از چین می آوردند. علاوه بر ابریشم و سنگ‌های گرانبها، ادویه، استخوان فیل و اشیای نقرگین و زرین، غلامان و اسیران، اسب‌های تیزتک و جنگ افزار نیز واسطه مساعد خرید و فروش بودند. رامشگران و رقاصان از شهرهای سمرقند، بخارا، کوچه و مضافات دیگری غرب در دربار چین مخلصان زیاد داشتند. هرچند ابریشم در صناعت ریسندگی و بافندگی چین برتری داشت، متاعهای دیگر و لباسهای پشمی از آسیای مرکزی به چین برده می شدند. همین طریق دست یافتن به تجارت بین المللی نفوذ تاجران سغدی را افزوده، دیرتر خاقان ترک ها را وادار نمود که میان روی و امکانیت‌های فراوان آنها را در داد و ستد تجارتی خود استفاده نماید. از بس که ترک‌های پرخاشجوی و کشورکشا از نازکی‌های خرید و فروش ابریشم در کشورهای غرب چندان آگاه نبودند، بنابراین خاقان ترک استیمی، اشراف با نفوذ سغدی، مانیاه را سرور هیئت سفارتش تعیین نموده به حضور خسرو انوشیروان می‌فرستد. هدف از این سفارت برای ماندن رفت و آی منظمی کاروان‌های حامل ابریشم از منطقه چین و سغد به ایران و روم بود، زیرا راه تاجران به روم شرقی ویزانتیا از سرزمین ایران می‌گذشت و در سغد و چین ذخیره ابریشم فراوان جمع شده به برطرف سازی ممانعت‌های صنعی مأموران ایرانی نیاز داشت. هم روم شرقی ویزانتیا و هم خاقانیت ترکی، یکی به فروش و دیگری به خرید ابریشم اعلی صفت احتیاج داشتند، در حل این قضیه عاجز مانده بودند. خسرو انوشیروان که ماهیت راه ابریشم و مقام تجارتی آن را خوب درک می کرد، نمی خواست با هدایت و یاوری سوداگران سغدی
رقیب آینده خیش خاقان ترک را به عرصه تجارت بین المللی با آسانی وارد سازد. شاید به همین خاطر او از روی مصلحت کتولف حیطاری، مشاوری سابق غاطفر، همه متاع و ابریشم اعلی صفت را خریده در پیش چشم هیئت سفارت آتش می‌زند. این عمل غیر عادی معنای آن را داشت که شاهنشاه ساسانیان میل با سغدیان و ترکان ادامه دادن تجارت گسترده و کشادن راه بی‌مانعه ابریشم را با روم ندارد. بعد بازگشت بی‌برار سغدیان و شکایت آنها، خاقان ترک استیمی هیئت نوی سفارت را که عبارت از اشراف ترک ها بود به ایران می‌فرستد، ولی آنها نیز به کامیابی نائل نمی‌گردند و حتی هنگام بازگشت اکثرشان به علت زهر خوردن یا بیماری نامعلوم وفات کرده تنها 3-4 نفرش به دربار خاقان می‌رسند. مضافات سوخت در قلمرو بودوباش و پایتخت خاقانیت غربی ترک واقع باشد هم عملاً مستقلیت اقتصادی و حتی سیاسی خود را از دست نداده بود. در این دوره ها به دولت سوخت سمرقند 8 ملک بخارا، نصف، کیش، کوشانیه، کتقرغان، میمرغ و غیره اطاعت نمایند هم اکثر آنها عملاً حاکمان و پادشاهان مستقل یا نیم مستقلی خود را داشتند. بیهوده نیست که این حاکمان و پادشاهان مستقل و نیم مستقل از پراکندگی سیاسی و ناتوانی ترکان در تأسیس دولت نیرومند و متمرکز استفاده کرده با عنوان و لقب‌های گوناگونی منصوب کشور خود ملکداری می‌کردند. سروران مضافات سوخت سمرقند و فرغانه عنوانی اخشید، بخارا بخار خدات، چغانیان چغان خدات، بدخشان غور و کابل و خوارزم شاه، استروشن افشین، مرو مرزبان، ختلان و بامیان عنوان شیر را داشتند. تأسیس یابی و نفوذ روزافزون دولت توانای باختر و سوخت در منطقه میان رودهای سیرآب و فیضبخش آمو و سیر، پیشوایان قومهای آریایی آن وقت صحرا نورد و چاروادار قلمرو هفترود، دشتهای توران و پهناهای کناری ترکستان شرقی را وادار نمود که با سروری پیشوای قبیله خیانیان ارجاسپ متحد شوند و مقابل گشتاسپ و دین زردشت به مبارزه برخیزند. دیرتر این دو مرز تاریخی از لحاظ قوم و نژاد، خلقیت و برآمد اتنیکی هم تقدیر از روی ارزش‌های معنوی، رسم و آیین، کیش و مذهب، زبان و گفتار، اساطیر و روایت همسان چندین سلسله دولت‌های آریایی آسیای مرکزی را با دیوان و دفتر و نظام مکمل دولتداریش به میان آوردند. بعد تنزل دولت کیانیان، نیاگان تاجیکان، باختریان، سغدیان و خوارزمیان نیز تحت وصایت امپریای متمرکز هخامنشیان برابر دیگر قوم‌های همریشه، همزبان و هم فرهنگ خود متحد گردیده یک تقدیر مشترکی
تاریخی را بنیاد گذاشتند. شاهنشاهان هخامنشی از قلمرو آریانای غربی در زمینه اتحاد قبیله‌های غربی آریایی، پارس‌ها و مادها برخیسته خود را منسوب به نسب و زبان آریایی می شمردند و با وجودی در قلمروشان رایج بودن زبانهای بابلی و ایلامی، زبان و فرهنگ آریایی را ارج می گذاشتند که به این کتیبه بیستون و دیگر کتیبه های دارای یک شهادت می دهند. محض اصالت یگانه فرهنگی و اتنیکی بود که سرزمین های قدیمه آریایی های ورارود، باختر و سوخت، مرو و سکستان، سیستان و خوارزم و پارت به قلمرو شرقی امپریای بزرگی هخامنشیان همچون ولایت های جداگانه پیوسته به گسترش سیاست یگانه دولتداری و پهنشوی تمدن آریایی مساعدت نمودند. گذشته از این، تاریخ نگار یونانی استرابان پارس‌ها، مادها، باختریان، خوارزمیان، سغدیان و سکایی‌ها را که بنابر قول او تقریباً به یک زبان گفتگو می کرده اند به آریایی ها، در اصطلاح استرابان آریانیس منسوب می داند. از این قول استرابان می توان دریافت که مشترکات زبانی مردمان آریایی شرقی و غربی پس از جداشوی آنها از سرزمین نخستینشان زمانی طولانی حفظ گردیده بوده است. با آمدن عرب‌ها به منطقه در سرنوشت خلق‌های آن مرحله نوی تاریخی آغاز گشت. هجوم عرب‌ها نه تنها باعث شکست نظام‌های دولتی، بلکه باعث تغییر اجباری دین و آیین، فرهنگ و ارزش‌ها و حتی زبان اکثر مردمان تهجایی گشت. بعد مرگ قتیبه ابن مسلم در سال 715 میلادی، قدرت سابقه و نفوذ عرب‌ها در ماوراء النهر رو به کاهش آورد. در عهد خلیفه عمر ابن عبدالعزیز 717-719 که بعد مرگ سلیمان به خلافت رسیده بود، از کسان اسلام را پذیرفته جزیه اندازی سرانه ستانیده نمی شد. بعدتر در نتیجه افزودن ناراضگی های عاموی، خلیفه به والی خود در خراسان جراح ابن عبدالله 717-719 میلادی دستور داد که مردم محلی مسلمان شده را از پرداختن انداز آزاد نموده، بجای آن اوشر 10 حاصل زمین ستاند. ولی هم عاملان خراج عرب‌ها و هم اشرافان و زمینداران محلی از اجرای این امر خلیفه که باعث کاهش درآمد آنها می گردید به طور آشکار و نهان سرکشی می کردند. در نتیجه ناراضگی مردم چاچ، سوخت و فرغانه افزوده، در میان اهالی آوازه‌ای پهن شد که گویا بعد فرارسی سال 100 هجری، تقریباً سال 719 میلادی، حکمرانی عرب‌ها در ورارود انتها می‌یابد. شاید همین آوازه اضطراب در میان حاکمان سابق ماوراء النهر انگیخته، موافق معلومات تاریخ نگاری معروف گومیلیوف، سالهای 718-719 میلادی بخارخداد، تغشاده و اخشید سوخت غورک به امپراتوری چین نامه روان کرده از او به مقابل عرب‌ها فرستادن لشکری امدادی را درخواست می نمایند.
مضمون نامه فرستاده غورک آن بود که ما سغدیان هر سال لشکری زیاد گرد آورده به مقابل عرب ها می جنگیم. امسال دوره آخرین حکمرانی عرب ها می باشد و سپاه ما برای شکست دادن آنها کمی می کند. اگر شما به یاری ما یک مقدار سرباز فرستید، عرب ها را از ملک خود پیش کرده سرزمین شما را هم از آفت آنها نجات می بخشیم. امپراتوری چین از دستگیری مردم سوخت خودداری نموده باشد هم آتش مبارزه های استقلال خواهی اوج تازه می گرفت. ناگفته نماند که سال 717 میلادی و دربار خلیفه عمر ابن عبدالعزیز یک گروه نمایندگان شهر سمرقند به عرض و دادخواهی رفته خواهش می نمایند که زمین های کارمی از جانب قتیبه ستانیده را بازگرداند. خلیفه اسلام به والی خراسان قاضی محلی دستور می دهد که ضبط کرده گرفتن زمین ها را پیشگیری نموده به عرض دادخواهان برسند. اما والی خراسان جراح ابن عبدالله بهانه پیش می آورد که این زمین ها در اساس قرارداد صلحنامه بین قتیبه و ساکنان سمرقند به صفت پاداش صلحانه ستانده شده اند و او حقوق بیکار کردن این قرارداد را ندارد. و بالای این او با اسلام را قبول نمودن اهل سوخت شبهه نموده طلب می کند که پیر و جوان چون دلیل مسلمان شوی سنت ختنه را به جای آورند و سوره های قرآن را از یاد تلاوت کنند. گستاخی والی خودسر، ناراضگی مردم و عزم استقلال خواهی فداییان را نه تنها در سوخت بلکه در دیهستان، جرجان و طبرستان می افزاید. یکی از آشوب‌های بزرگی که تقریباً در سال 718 میلادی و مقابل انداز ستانی‌های افزون و جبر و بیدادگری عرب‌ها در خراسان سر زد، شورش جرجان و طبرستان می باشد. مردم آزادخواه جرجان پیش از اسیان با عرب‌ها 3 مراتب جنگیده به مبلغ 100,000 200,000 و 300,000 تاوان پرداخته بودند. پیشوای آشوبگران جرجان که از نسب شاهان ساسانی بود، حاکم دستنشان و لشکری موجوده عرب‌ها را کشته ساکنان طبرستان را به یاری دعوت نمود. و مقابل اسیانگران سرلشکران عرب محلب، یزید و اسد ابن عبدالله مبارزه بیرحمانه برده با اهل طبرستان صلح بستند و آشوبگران تنها مانده جرجان را در قلعه کوهی یک چند ماه محاصره نموده عاقبت شکست دادند. به قول طبری سرلشکران عرب 40,000 باشندگان جرجان را از دم تیغ گذرانیده 5 میلیون درهم غنیمت گرفتند. سپس تأثیر شورش‌های پی در پی خراسان به ماوراء النهر رسیده علنگه‌های آن در سوخت بالا گرفت. سیاست اندازستانی زورآورانه و جبر و ظلمی به اندازه، این چنین تیز و تند شدن مناسبت جراح ابن عبدالله با اخشید سوخت غورک و قبل از نامه فرستادن غورک به خاقان چین آگاه شده او را عوض کردن می‌خواست
باعث افزودن ناراضگی مردم می گردد. شاید از همین خاطر خلیفه عمر ابن عبدالعزیز والی خراسان جراح ابن عبدالله را برکنار ساخته، به جای او عبدالرحمن ابن نعیم الحمیدی را والی تعیین می کند. والی نو به خراسان آمده به جای غورک خیشی ترخون دیوشتیچ را اخشید شاهی سوخت و سمرقند تعیین می نماید. دیوشتیچ از خاندان دهقان نژاد سغدی بوده، نسبش به بهرامی گوری ساسانی می رسید. خاندان او در اصل ششم بر بخش‌های از سوخت حاکم بودند. دیوشتیچ سال 706 میلادی با عنوان پادشاه ملک پنجکند برگزیده شد و هرچند حاکمیتی کامل نداشت، در قدرت با دیگر شاهزادگان سهمگزار بود. با وجود اینکه دیوشتیچ تنها بر ملک پنجکند فرمان میراند، لقب شاهی سوخت و فرمانروای سمرقند را نیز سزاوار گردید. دیوشتیچ در ابتدا با عربها سازش بسته خود را جانبدار آنها وانمود می سازد و موقع خود را در سمرقند استوار می نماید. در این هنگام خلیفه عمر ابن عبدالعزیز وفات می کند و غورک فرصت را برای اسیان ضد عربها مناسب یافته اخشید فرغانه، افشین استرفشن و خاقان ترک را به مبارزه یکجایه دعوت می کند. او با مدد اخشید فرغانه و شاهزاده ترک کرسول قلعه باهلیه را که در مضافات فی حالا نرپی جایگیر بود محاصره می نماید. عرب‌هایی در محاصره مانده به عوض 40,000 درهم صلح کرده در مجموع 70 نفر از جمله 14 نفر اشراف با نفوذشان را به گرو می گذارند. آنها به طور نهانی قاصد فرستاده از قرارگاه اساسی عربها مدد می طلبند و به یاری آنها مسیب ابن بیشر رسیده می آید. ولی سپاه افزون مسیب هنگام نبرد از جانب لشکر متحده غورک و شاهزاده ترک شکست خورده رو به فرار می آرد. در این نبرد والی دست نشانی عربها در سمرقند با نام شوب و صدها نفر استیلاگران کشته می شود. والی نبی خراسان سید ابن عبدالعزیز 720-721 و مقابل آشوبگران سوخت آمادگی دیده 2 مراتبه لشکر می کشد، اما هر 2 دفعه هم شکست می خورد. شاید در همین شب و روز دیوشتیچ مبارزه استقلال خواهانه را پیش گرفته از قرارگاهش به حاکمان و شاهان مضافات‌های اطراف ماوراء النهر از جمله فرغانه، چاچ، استرفشن، ختلان و خاقان ترک مکتوب نوشته آنها را به مبارزه یکجایه بر ضد عربها دعوت می کند. در همین هنگام تقریباً آخر سال 720 و آغاز سال 721 میلادی جبهه دویوم اسیان و اعتراض شکل گرفته. در قلمرو سوخت 2 دسته آشوبگران ضد عربها تأسیس می یابد که یکی با سرداری اخشید غورک که از نظر عربها حاکمیتش غیر قانونی بود و دیگری با سروری دیوشتیچ عمل می کرد. غورک
اصلاً در ناحیه‌های مرکزی سغدی سمرقند و دیوشتیج باشد، در کوهستان سغد اساساً در وادی زرافشان به جنگ ضد عرب‌ها آمادگی می‌دیدند. سال 720 میلادی اهالی منطقه‌های مرکزی سغد با یکجایگی نیروی جنگنده ترک‌ها عرب‌ها را از سمرقند راندند. خلیفه والی خراسان سید ابن عبدالعزیز را برای ناعهده برایی و سرکوب کردن نتوانستن آشوبگران سغد برکنار ساخته، به جایش لشکرکش بیرحم و مکار سید ابن عمرو الحراشی 721-722 میلادی را تعیین می کند که در ظلم و ستم از قتیبه ابن مسلم کمی نداشت. سپهسالار الحراشی در رود زرافشان سربندی ورقسر را خراب کرده اول ساکنان سمرقند و دیهه‌های اطرافش را از آب محروم می سازد. سپس او جانبداران غورک را محاصره کرده برای تسلیم شدن با شرطهای امتیازناک تلقین می نماید. شاید با سبب کمبود آب و غذا و پیشنهادی برقرار شدن به مسند اخشیدی، عاقبت غورک تکلیف صلح را می پذیرد و اسلام می آورد. در نتیجه جانبداران غورک به دو گروه تقسیم شده، یک قسمش به جانب عرب ها می گذرند و مطابق معلومات بلازوری لشکری 10,000 غورک همراه عرب ها متحد شده بر ضد رعیت خود آشوبگران سغد می جنگند. گروه دیگر با سروری دهقان با نفوذ کرزنج از قبول کردن اسلام و دادن خراج و انداز سرانه روی تافته حتی از کشت کردن زمین ها دست می کشند و از سغد سمرقند به سوی فرغانه کوچ بستن می خواهند. مطابق معلومات طبری، غورک آنها را بازداشتن خواسته با اطاعت و پرداختن خراج و نرفتن از سغد تشویق می کند، ولی تقریباً 8-9 هزار ساکن سغد با سروری کرزنج که از نسب شاهزاده های سغد بود، از جمله مردمان روستاهای فرپی، ابرگر، اشتخان، بیارکت، ساسکت و بوزیمجان همراه پیشوایانشان سوی سرزمین اخشید فرغانه علوتر روانه می کردند. همین طریق استقلال خواهان سغد به 3 دسته، یکی جانبداران غورک، دیگری جانبداران کرزنج و سیومی جانبداران دیوشتیج جدا شده قابلیت مبارزه متشکلانه را از دست می دهند. گذشته از این مضافات سغد هم به 2 قسم تقسیم گشته، قسم به غورک و قسم دیگر به دیوشتیج اطاعت می کردند. شما گفتار 60 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.